اگر یک عمل ترک میکنه پس به خاطر چی ترک بکنه؟ به خاطر نجات از خشم الله تبارک و تعالی باید ترک بکنه. یعنی مثل است که خیلی مردم یک عمل ترک میکنن به خاطر از اینکه از سرزنش مردم خلاص بکنن. نه، این معیار پیشش نباشه. وقتی یک عمل ترک میکنه انگیزه اصلی از ترک او عمل ترس از الله تبارک و تعالی و نجات پیدا کردن از خشم الله تبارک و تعالی باشه. در خیلی از آیات قرآن کریم الله تبارک و تعالی که وقتی ما شما را از یک عمل نهی میکنه، بعد از او تهدید به عذاب میکنه، تهدید به خشم میکنه، تهدید به غضب میکنه. و در خیلی جاها هم زیاد مثلا الله تعالی مورد قتل وقت صحبت میکنه، باز میگه و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا الیما. کلی اینمی عوامل را الله متعال به خاطر عظیم میگه که معیار درونی یک نفر به خاطر ترکی عمل خلاف شریعت ترس از الله تبارک و تعالی باشه. و این معیار اصلی است. این معیار اصلی است. یعنی شما در اغلب آیات قرآن کریم و در اغلب موارد در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم دقت بکنید. وقتی الله تبارک و تعالی ما شما را از یک عمل نهی میکنه، غالب موارد، اغلبیت موارد امیست که بعد از او باز از خشم و عذاب و از الله متعال میگه، یا از خشمش میگه، یا از غضبش میگه. پس وقتی یک نفر یک عمل ترک میکنه، اینمی موارد در نصوص شرعی که آمده را در ذهن خود بیاره و با اینمی معیار اون عمل ترک بکنه. و باز نه تنهایی که انسان را از ریا حفظ میکنه، خود اینمی عمل ذاتاً اجر است. مثل که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث میفرماید، شما بارها از علما شنیده باشین که میگه در نزدیکی شما با همسرانتان هم صدقه هست. صحابه میگن یا رسول الله این کار ما امو به اصلان نیاز جسمی خود را برآورده میکنیم، در این هم صدقه است. رسول الله صلی الله علیه و میگه چرا؟ بله، امی که شما از زنا را ترک میکنید در این اجر میبرید. خود ترک زنا یا ترک یک عمل بد دیگه به خاطر الله ذاتاً عمل خیر است. و خیلی از مردم این نکته رو متوجه نمیشه و این رو به عنوان یک عمل صالح حساب نمیکنه. این عمل صالح است. ترک یک عمل بد، خود ترک دی از علمای اصول گپ جالبه میگن ترک عمل از به اصطلاح جمله افعال هست. ترک عمل از جمله چی هست؟ افعال هست. وقتی در علم اصول شما خوانده باشین میگن که در مورد انجام عمل و در مورد ترک عمل بحث میکنن. پس ترک عمل بد به خاطر نجات از خشم و عذاب و غضب الله متعال خودش ذاتاً یک عمل مستقل خیر است که ثواب داره. این میفهمین کار را برای ما برای کسب ثواب آسان میسازن. انجام بسیاری از اعمال شاید سخت باشه. اعمالی را که قرار به انجام بگیره و انسان با انجام او عمل ثواب به دست آورده میتونه، ما شما با داشتن نیت صادقانه ولو او عمل را انجام نداده باشه برای خود ثواب کمایی کرده میتونه. خود مورد ترکی کار آسان تر است. خیلی از وقتا ما شما بسیاری از کارها را ترک میکنیم و خیلی از مردم بسیاری از گناهان را به خاطر از اینکه ما را مردم تنگه ترک میکنن. اینجا او عمل خود ترک کرده، به خاطر مردم ترکش کرده. اینجا نیت خود را اصلاح بکنه، اینمی اعمال را که به خاطر مردم ترک کرده بود را به خاطر الله ترک بکنه، خودش ذاتاً برش در ترازوی حسناتش به نیکی‌هایش افزوده میشه. یک استاد ما بود گپ جالب میگه که بعضی از گناهان مفت است، بعضی از ثواب‌ها هم مفت است. بسیاری ثواب‌ها مفت است. تو خیلی از کارهای بد نمی‌کنی به خاطر مردم. امیر نیتت اصلاح بکن، نمی‌کوشن به خاطر الله برتاش میده. خیلی ساده هست.